طی چند سال اخیر هر صبح در اطراف بازار شاه-منصور و با چندین نقطه‌های دیگر دوشنبه شماره زیادی کردیان جمع می‌شوند که از آنها همچون مردکار نام می‌برند. این مردکاران اصلا از مناطق مختلف تاجیکستان در این نقطه‌ها جمع می‌آیند و منتظر آن می‌شوند که کی کدام نفر آنها را برای انجام کدام کار دعوت می‌کنند. کارفرمایان اصلا مردکاران را برای انجام کارهای ساختمانی و کشت و کار کرایه می‌کنند. خواهی نوازی ما که سیستم چیلسم مثال یک روزی کاری میرم مثال سیستم چیلسم کار میکنم یک ماه یا میام به کار خوب میکنم همینجا کار ندارم مردم به کاره خود دیگه بس فکر کنی میرن کار میکنی چی میکنی نمیوی روز سه جور رفتم بینو زاود رفتم پیوا زاود رفتم جای کار نیست روزی اومدم نه اگه باورم با امر داشتم رفتم میگن نیست جای کار نیست ما اخران کالج کامپیوتر اینفرماتیکا بودم اینا تو حضور دیگه میرم قبول نمیگیرن دیرکتر دیگه شده اخرانه جیانی معلمه شده روز مرا میگن که برای یک ماه بیو خو یک ماه دودا بیکازای کی بعد میگن طبق آمارهای رسمی سفر مهاجران توجیک به روسیه در قیاس به یک سال پیش 15% کم شده است. تحلیلگران میگویند شدید شدن قانونهای مهاجرت در آن کشور، پایین رفتن قرب روبل روسی، سال از سال زیاد شدن قوه کاری و نبود جای کار شماره مردکاران را در این بازار افزوده است. به ادعای مقامات جایهای کاری وجود دارند ولی مردکاران شغل غیر رسمی را نسبت به کار دائمی ترجیح میدهند. وای بازارهای مردکاری که میگویند که وای مثلا در همین 4 منطقه شهر دوشنبه است ما در اونجا پرسشو میگذارونیم اونجا مردم جمع میشن در اختصاص یک کس دارن ولی وقتی که جای کاری که ما پیشنهاد میکنیم و میگن من به این روزی نیستم من خوبش همین روز همینجا میستم و 50 100 سومونی میوبم همین برای من روز بردن دیگه و آیندهش فکر نمیکنه که وای سابقه مهنتش پیدا نمیشه بعد سری پیرهن جوان از کار بعد پیرهن سالی بعد نه نفقه از همه چیز میمونه. با وجود آنکه تعداد نقطه‌های به اصطلاح مردکار بازار در تمام شهر و نواحی به 23 عدد میرسد، هیچ نهاد شماره دقیق مردکاران را نمیداند. چند سال پیش مقامات برای به رسمیت درآوردن فعالیت مردکار بازارها کوشش کردند تا زمینه برای دفاع از حقوق آنها فراهم گردد. سالهای پیش من در خاطر دارم خدمات دولتی شغل اهالی با این بازارها همکاری میکردم و حتی در بعضی نواحی‌ها جدا کردن خواستن که یک شرایط مساعد برای فعالیت این بازار رو تشکیل کنند اقلا رسمی ضروری هم نباشد لیکن شرایط خوب باشد لیکن در عاقبت همه این نیت ها دیدیم که بی نتیجه موندن برای چی سبب یک تا است عادتا در چنین بازارهای غیر رسمی تشکیلاتچی یا که اداره کننده های غیر رسمی هم نیست هستند و آنها نمیخواهند که این بازارها با رسمیت دارند. در 9 ماه سال جاری بیش از 90,000 نفر به مقامات شغل اهالی تاجیکستان عاید بیکاری خود مراجعت کردند و در این مدت نزدیک 33,000 با جای کار تامین شدند. ولی با این همه ناظران امور بر اینند که چنین برنامه‌ها نمی‌توانند بیکاری سراسری در کشور را از بین ببرند. قسم زیاد جای کاری که تأسیس داده می‌شوند آنها برای شهران تاجیکستان یعنی که نمی‌توانند که آنها خانه گرو برای چی؟ چون که جای کاری تأسیس می‌زنند لیکن متأسفانه موزیمیت خیلی کم است یعنی که برای پیشبرد روزگاری شهر تاجیکستان بسنده نیست بنابراین مهاجرین بینتی می‌توانند که انتخاب کنند یا که در تاجیکستان فعالیت کاری انجام بدهند که به خارج روانه کنند. در تاجیکستان تا حال 40,000 نفر رسما مقام بیکار را دارند. شمار افرادی که به مقامات شغل اهالی کشور عاید بیکاری خود مراجعت نکردند به مراتب بیشتر بوده قسمی از آنها روز خود را در مردکار بازارها بگاه می‌کنند.